سلام و درود دوست من رسول هستم و توی این آموزش خیلی سریع قراره با هم اکانت کلاد بسازیم به صورت بی‌نهایت بدون اینکه مشکلی داشته باشه، محدود بشه یا از دسترس در واقع خارج بشه یا هر چیزی. این روش بهترین روشی که الان وجود داره و من قبلا از سایت پروتون میل ایمیل میساختم، ولی الان شما میتونید از سایت دیگه‌ای که بهتون توی این آموزش معرفی میکنم ایمیل بسازین خیلی راحت و بهتون ایمیل در واقع جیمیل هم بهتون میده. تو گام اول من بهتون باید یه چیزی رو معرفی کنم که کامل باهاش آشنا بشه، اونم این نرم افزاره به اسم موست لاگین و یه نرم افزار دیگه هم شبیه این هست به نام مور لاگین. کار این نرم افزاره چیه؟ اینا نرم افزار ضد شناسایی هستن، خیلی دقیق مرورگری به شما میدن که کاملا واقعیه و شما به مشکل باهاش نمیخورین، ارور باهاش نمیخورین. حالت عادی تو مرورگر خودتون احتمال اینکه به ارور بخورین خیلی زیاده. وقتی این نرم افزار رو نصب کردین باشه که مرورگر میسازی، حالا تو کامپیوتر فرقی نمیکنه، تو موبایل هم همینطور، وی پی ان تون روشن میکنه، اون میاد بر اساس آی پی آدرسی که شما دارین مرورگر شما رو درست میکنه و مشخصات مرورگر شما دقیقاً همون چیزی هستش که یه فرد تو اون کشور ساکنه و داره استفاده میکنه. روش پروکسیتون رو ست میکنین و تمام، شما دیگه از این میتونید استفاده کنید. من یه موردش الان به صورت اندروید ساختم، ببینین که بازه و اینجا اومدم آی پی آدرس منم داره نشون میده، خیلی تمیز و همه چیز اوکی. در مورد اینا رو خیلی بیشتر نمیتونم صحبت کنم، ولی اگه سوال داشتین تو دایرکت ازم بپرسین بهتون باز بیشتر میگم. نرم افزاراشو میتونین، یعنی هم موست لاگین و هم گو لاگین که هر دو تا نرم افزار هستن، هر کدوم دوست داشتین میتونین استفاده کنین، هم از تو اپ استور دانلود کنین و هم از تو گوگل پلی و در دسترسن، رایگانن و هیچ هزینه‌ای هم نیاز نیست بکنین. بعد از اینکه ساختیم فقط یه پروفایل میسازیم. خب من این رو یه مرورگر آوردم بالا، بعد رفتم وارد سایت کلاود شدم حالت عادی و اینجا خب میگه که ایمیلتو وارد کن. برای اینکه ایمیلمو وارد کنم یه سایتی هست به اسم اسمیل پرو. من وارد این سایت اسمیل پرو میشم، این یو آر الشه اسمیل پرو، این بالا گذاشتم میتونید ببینین. خیلی قشنگ براتون کپی میگیرم اینجا که شما متوجه بشین. خب این سایت رو که واردش بشین، این سایت به شما یه جیمیل میده. شما میتونید جیمیل موقت استفاده کنید. وارد سایت شدین، گزینه فول اکسس رو میزنین، بعد نفسم گرفت، گزینه کریشن رو میزنین و یه خورده منتظر میمونین که یه اکانت جیمیل بهتون بده. اکانت های جیمیلی که بهتون میده اکانت های جیمیل واقعی هن، بنابراین کلاود باشون مشکلی نداره و اوکیه. خب برای اینکه ویدیومون طولانی نشه من فقط سریعتر دارم کارش انجام میدم. اینجا جنریت رو میزنیم و خود پوز میدم که این ساخته بشه. خب همونطور که میبینید به ما یه جیمیل داد، این جیمیل رو میگیریم و وارد اون مرورگری که باش کلاود می‌خواستیم بسازیم میشیم. جیمیل اینجا میزنیم، کنتینیو رو میزنیم و گزینه اینتر وریفیکیشن رو میزنیم. یکم طول میکشه به ما ایمیل برسه، معمولا 4-5 دقیقه طول میکشه. من باز ویدیو رو پوز میدم که این 4-5 دقیقه بگذره ایمیل که رسید دوباره براتون ضبط میکنم. خب در کمال تعجب این بار زود بهمون ایمیل رسید. ایمیل رو باز میکنیم. خب ایمیل اگه باز بشه یه داستانی هست. این بالا گزینه وریفیکیشن یو آر هیومن رو همیشه بزنین تا این باز بشه، واسه همین مقدار طول میکشه. خب بالاخره ایمیل برامون باز شد. اینجا گزینه داره کپی لینک. ببینید من رو لینک نمیزنم، لینک رو کپی میکنم. خب رو لینک نمیزنم، میام دوباره تو مرورگر ضد شناسایی که داشتیم اینجا لینک رو کپی میکنم، یعنی این ماجیک لینک که اینجا میاد رو کپی میکنم و لینک رو باز میکنه. خب اینجا به من میگه که کپچا رو حل کن که حلش میکنم. خب از من اینجا پالیسی ها رو میپرسه و تاریخ تولد رو نمیدونم چرا آلمانی شد یهو. میزنم یه عددی و تمام. شما میبینین که من الان خیلی راحت دسترسی دارم به این گزینه ها، ولی خب آلمانیه، نمیدونم چرا. بذارید انگلیسیش کنم. انگلیسی هم نمیشه. خب کاری نداره، حالا ما میریم جلو و میگه اسم برات انتخاب کن و من یه اسم فرضی انتخاب میکنم و تمام. ما الان به صفحه کلاود دسترسی دارین. همه مدل هاش رو که به صورت رایگان داشتیم مثل سانت 5 رو دارین و میتونین استفاده کنین. چند تا نکته خیلی مهم بهتون بگم. یک، آی پی آدرسی که استفاده میکنین حتما آی پی آدرس تمیز باشه. اگر آی پی آدرس کثیفی استفاده کنین ممکنه بند شین. مورد دوم،
حتما از مرورگری که بهتون معرفی کردم مثل مست لاگین یا مور لاگین استفاده کنین، از مرورگر معمولی استفاده نکنین. و اگر به مشکلی خوردین کلا میتونید تو اون برنامه مور لاگین یا مست لاگین یه مرورگر جدید بسازین. کار باش خیلی ساده است. تا هر جاش مشکل داشتین دایرکت بهم بدیم. چون نمی‌خواستم آموزش طولانی بشه سعی کردم کلیت کار رو بگم و حالا جزئیاتش رو هر جا سوال داشتین میتونید تو دایرکت از من بپرسید.